سلام. امروز بریم به دل طبیعت تا یه گپ و گفتی بامزه با حیوانات اونجا داشته باشیم. خانم کانگورو، چرا همیشه میپرید؟ چون اسنپ خیلی گرون شده. آقای اردک، چرا مدام غرغر میکنین؟ این قافیه‌ام گیر کرده، تا شعر کامل نشه قرقرم بند نمیام. آقای کلا، چرا هر چیزی که پیدا میکنی رو در لونه میگذاری؟ من یک مامور مخفی هستم، مدارک پرونده رو جواب‌آوری میکنم. آقای کروکودل، شما چرا همیشه دندانهایتان رو نشان میدهید؟ اینا خنده نیست برادر، تبلیغ رایگان دندان پزشکم. خانم جغ، چرا شما همیشه شب بیدار هستید؟ دانشجویان من همه یه شب بیدارن. منم باید کلاس‌های آنلاین بگذارم چون خیلی گران شده است. خانم طاووس، چرا هر جا میرین بالاتون رو باز میکنین و پوز میدین؟ جانا، نه این پوز نیست، سبک زندگیمه. از شما سپاسگزارم. خواهش میکنم. آب